بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، امروز که روز 8 ماه محرم است، 3 ایول، و فردا و پس فردا یا که پس فردا و بعدش اگر روزه گیریم خیلی ثواب زیاد دارد. اگرچه بارها یادرس کرده باشیم هم باز خواستم برای شما یادرس کنم، چون حدیث در صحیح مسلم است که پیامبر صلی الله علیه و سلم افضل الصیام بعد شهر رمضان صیام محرم گفته هستند، یعنی بهترین روزه بعد از ماه رمضان این روزه ماه محرم است میگویند. و ماه محرم که از اشهر حرم یا از ماه‌های در نزد پروردگار احترام خاصی خودش را داشته می باشد. حتی پیش از فرض گشتن رمضان کودکانی مسلمان یا کودکان صحابه هم، حدیث ربیعه ابن معوذ است، بنت معوذ است در بخاری، که کودکان را هم در این روز روزه میگیراندند. یعنی کودکان حتی در دهه عاشورا یا در دهم محرم روزه میگرفتند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم، حدیث حضرت عایشه است که میگویند پیامبر را بغیر از رمضان فقط در همین ماه محرم میدیدم که خیلی روزه این ماه را یا برای روزه این ماه خیلی حریص بودن، کفت و کوب میکردن که الان کدام روز است و باید از روزش نمانیم. و روزه ماه محرم سبحان الله پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند احتسب ان یکفر السنه التي قبل، یعنی من امید دارم که خداوند به سبب این روزه گناه‌های 1 سال پیش شده رو همش رو میبخشد اگر روزه عرفه 2 ساله باشد. ولی خواهران عزیز یا عزیزان، وقتی که درباره کفاره گناه در به سبب همین روزه محرم است، نباید مسلمان مغرور شود. یعنی بعضا شیطان از این راه ها به من و شما داخل می شود که نه دیگر پروای گناهایت را نکن، دیگر با سبب اون روزت تمام 1 ساله گناهایت بخشیده شد. ما با امید بخشیده شدن گناه ها روزه می داریم، اما 100% آیا گناه های ما بخشیده شد یا نه این فقط در روز قیامت معلوم می شود. برای همین اگرچه روزه عرفه و روزه محرم و باز شبهای قدر و شب زنده داری میکنیم، نباید که مایان مغرور گردیم که این همه عبادت ها کردم نخواد از آن گناه های من باقی ماند. نه، مؤمن تا دم مرگ، تا آخرین لحظه باید استغفار کند. و حتی مؤمنان در قرآن کریم آمده است که در روز قیامت در وقت از پل صراط گذشتن هم ربنا اتمم لنا نورنا گویان دعا میکنند خداوند نور ما را برای ما پوره گردان و راه ما را به سوی جنت آسان گردان. یعنی مؤمن همیشه باید در یادش گناهایش باشد تا که سرخم باشد، مغرور نگردد. و مؤمن باید همیشه به امید پروردگار باشد. نباید یکی این روزه ها رو گرفتیم و بعداً از خود رفتیم یا خیلی گفتم از دروازه های مغروری شیطان به قلب ما آمد و گفت انا این روزه ها را هم گرفتی، این روزه رو هم گرفتی، دیگر از تو هیچ گناه باقی نماند. پناه به الله که این الکی یعنی برباد شدن عمل و از خود رفتن و دیگر فراموش کردن گناه ها می شود. ولی چون انشاءالله فردا روز 9 محرم هست و پس فردا روز جمعه روز 10 است، وقتی که ما میگیم روز جمعه روزه گرفتن مکروه است، وقتی با این روزهای مبارک یعنی با روزه عاشورا یا گفتیم با روزه نصف شعبان یا اینکه با روزه عرفه رو برو می آید، جمعه رو روزه گرفتن میگیرید. یعنی روز جمعه روزه گرفتید هیچ گناهکار نمیشویم، برعکس از اجر و ثواب این روز ان شاء الله بهره مند میشویم. ولیکن حدیث در مسند امام احمد است که به خاطر آنکه یهود و نصرانی هم این روز را گرامی میدارند و این روز یک روز عادی نیست و این چون این روز نجات یافتن موسی از فرعون است. و سبحان الله وقتی که این روز می آید کاش یک سر میزدیم به قصه موسی، به قصه کلیم الرحمن که چگونه با اون حشمت و با اون بزرگی و با اون حتی خود را خدا اعلان کردن، با یک کلمات الله، با یک زدن عصا در این روز بحر تمام مسلمان های آن زمان را نجات داد و فرعون و پیروانش را همگی آنها را غرق کرد. آن بحر سرخ که اگر الان کشاده هم بینید با آن بزرگی انسان حتی یعنی تصور هم کرده نمیتواند، هیچ فکر کرده نمیتواند که چگونه خداوند این بحر را برای موسی و پیروانش باز کرد و برای
فرعون و برای پیروانش یک مقبره که تاریخ دیگر همیشه در یاد خود خواهد داشت و آنها آن بر همچون یک مقبره گردید. و این روز که روزی بزرگ در نزد یهود و نصرانی هم هست و مسلمان باید در همه کارهایش خلاف یهود و نصرانی باشد، اصلا به آنها نه پیروی کند و نه مانندی کند. حدیث در مسند امام احمد است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند شما یا 9 و 10 روزه بگیرید یا 10 و 11. یعنی نباید ما مثل آنها فقط 10 روز را روزه بگیریم یا 9 و 10 را یا 10 و 11 روزه گیریم یا پگاه و بس فردا یا اینکه جمعه و شنبه را انشالله، تا که خلاف یهود و نصرانی ها شد. اما فقط 10 را گرفتید هم گناهگار نمیشوید، ولیکن بهترینش این است که ما با آنها یعنی مثل آنها نباشیم و یک روز پیشو یا اینکه خودی جمعه و یک روز بعدش رو روزه گیریم. پس این روزها چه خیلی گفتم روزهای عادی نیست، روزهایی هست که وقتی که به خاطر پروردگار خالصانه روزه میگیریم سبب بخشیده شدن گناه های یک ساله ما می شود و این چونین روزی هست که در آن پروردگار پیامبرش موسی را نجات داده است و پیامبر صلی الله علیه و سلم این روز را همیشه می گرفتن. فقط چیز دیگری هم هست، یعنی جانبی خیلی غمگین کننده که قضا و قدر بر این بود که نبیره پیامبر حسین پسر فاطمه و علی رضی الله عنهم و عن اهل بیت پیامبر اجمعین همین روز کشته شدند، همین روز شهید شدند از دست ظالمان زمان خود، از دست کرسی طلبان زمان خود، از دست منصب طلبان زمان خود. یعنی در روز 10 عاشورا حضرت حسین در کربلا شهید می شوند و گروه از مسلمان ها حتی از اهل سنت هم با یک بدعتکاری و بچه‌ام از گپ‌های دروغ دست میزنند که گویا که ما باید در این روز چقدر توانیم گریه کنیم، یک خوراک مخصوص پخته به مردم دهیم. نه، ما حتی روز مرده پیامبرمون را به یاد آورده گریه نمی کنیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند عزا فقط 3 روز است. مسلمان آن هم زنها فقط حق دارند 3 روز روزه دارند اگر به الله و قیامت باور داشته باشند. فقط برای شوهر یک زن از همه زیاد 4 ماه و 10 روز اگر حامله دار باشد تا تولد کردنش عزا میگیرد. یعنی عزاگیری از 3 روز زیاد در اسلام حرام است و ما حتی روز مرگ پیامبرمان را هم آن روز را به خاطر آورده گریه نمی کنیم، یا دیگر صحابگان یا حضرت فاطمه که بهتر از حسین هستند یا حضرت علی که بهتر از حسین هستند، ما آن روز را یادآوری کرده گریه نمی کنیم و نباید که اگرچه دلها غم میخورد هر وقتی که به یاد میرسد چگونه یک فرزند پیامبر را برای دوست داشتن منصب این گونه ظالمانه کشتن، ولی آن شیر الله، آن شهیدی یا گفتیم آن سردار جوانان جنت در راهش ثابت ایستاد و اصلا به عقب نگشت. خیلی انسان، یعنی هر یک مؤمن باید به این چیز غم خورد، هر یک مؤمن نباید این را همچون یک چیزی عادی نگاه کند، ولی این روز را عزا داشتن و گریه کردن و به بدعت ها دست زدن و چقدر میتوانی اشک ریز گفتن گپ های دروغ است. یعنی این گپ ها تماما اساس ندارد. برای آنکه چه خیلی گفتم ما حتی برای پیامبر این کار رو نمیکنیم و کسی میگوید ثواب دارد از نام دین دروغ میگوید. برعکس این روز را ما برای خداوند، یعنی برای رضاگی الله که پیامبرمون روزه گرفتن و گفتن امید داریم که 1 سال گناه ها بخشیده شود، روزه می‌داریم و پروردگار الها خالصانه عبادت‌هایش را در همه ماه‌ها برای ما نصیب کند. ولی باز این گونه روزهای مخصوص هم هست که برای ما یک فرصتی هست برای شسته شدن گناه ها، یک فرصتی هست باز برای به خود آمدن. و این چونین خیلی در اول گفتم عزیزان، ماه محرم ماهایی هست که چقدر روزه گیرید ثواب است. یعنی بجز همین 9 و 10 یا 10 و 11 چقدر توانستیم روزه گرفتیم در این ماه ثواب زیاد دارد که پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین روزه بعد از رمضان گفته هستند. این بود یک یادرسی کوتاه، اگرچه پیشتر هم خاطر رسان کرده بودیم تا اینکه از ثواب فردا و پس فردا من و شما محروم نگردیم. پروردگار در پناهش یک و یک شمایان را نگهبان باشد و همیشه به یاد خودش، با عبادت‌های خودش این عمری چند روزه رو سپری کردن رو برای ما نصیب کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.